این داستان رو میخوام از زمستان 58 شروع کنم. سرما طاقت فرسا شده بود و برف سنگینی سر تا سر تهران رو فرا گرفته بود و زمستان بسیار سردی در پیش بود. در جاده قدیم کرج تهران یک کارخونه‌ای وجود داشت که با وجود برف زیاد هنوز در حال فعالیت بود و این کارخانه چیزی نبود جز کارخانه مینو. امروز در کنار شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از پادکست های کارآفرینان بزرگ ایران از گذشته تا امروز. من یوسف همتی از مدرسه کسب و کار و توسعه فردی هومان این افتخار رو دارم تا با یک پادکست دیگه در کنار شما عزیزان باشم. سفری میکنیم به 70 سال قبل در تبریز. داخل تبریز یک حاج غفار زندگی میکرد که حجره دار بود و خانواده تاجری داشتند. 3 فرزند پسر داشت که معروف بودند به برادران خسروشاهی و همه در بازار مشغول به کار بودند. امروز در کنار شما هستیم با بیوگرافی کارآفرین و بنیانگذار کارخانه مینو آقای علی خسروشاهی و قراره تا زندگی پرفراز و نشیب این مرد بزرگ رو روایت کنیم و با شما به اشتراک بذاریم. علی خسروشاهی در زمان احمدشاه به دنیا اومد و اون زمان ایران سراسر آشوب و پراکندگی بود. انقدر هرج و مرج زیاد شده بود که اون سال عید رو جشن نگرفتن. مردم همه درگیر بحران درون کشور بودند. علی خسروشاهی در یک روستا از توابع تبریز زندگی میکرد به نام خسروشاه که فامیل او هم از همین روستا گرفته شده و داستان از اونجایی شروع میشه که مقیم تبریز میشن و زندگی پرفراز و نشیب این کارآفرین بزرگ شروع میشه. در اون زمان تبریز بیشتر از هر جایی پر از آشوب ایلخانان بود و این امر باعث شد تا به تهران مهاجرت کنند. علی خسروشاهی یکی از باهوشترین شاگردان مدرسه تهران بود و همیشه شاگرد اول بود و یک ویژگی منحصر به فردی که داشت این بود به زبان ترکی کاملا مسلط بود و در اون زمان کلاس زبان فرانسه میرفت و زبان فرانسه رو کاملا مسلط شده بود. بعد از اون به زبان انگلیسی تسلط پیدا کرد که در آینده بسیار به دردش میخورد و میتونه از این زبانها بهترین استفاده رو بکنه. علی خسروشاهی تا سن 18 سالگی به 6 زبان تسلط کامل داشت و زمان اون فرا رسیده بود که به خدمت سربازی بره، اما اون دانشگاه عالی حقوق ثبت نام میکنه که شاید بتونه از خدمت سربازی رفتن جلوگیری کنه، چون اون زمان خدمت سربازی بسیار سخت و طاقت فرسا بود و این شد که اون وارد دانشگاه عالی حقوق میشه. در سال 1311 با رتبه اول از دانشگاه عالی حقوق تهران فارغ التحصیل میشه و بعد از اون به ناچار به سربازی رفته و 2 سال نیز خدمت میکنه. زندگی علی خسروشاهی از این زمان به بعد تغییرات بسیار چشمگیری میکنه و اون در ابتدای راه یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران قرار میگیره. در این بره از زمان آقای خسروشاهی با دختر پیشکار دربار ازدواج میکنه و به نوعی باعث رفت آمد وی به دربار شاهنشاهی میشه و این فرصت خوبی بود برای کسانی که قرار بود از روابط استفاده کنن و قدم‌های بزرگی در آینده بردارن. به طرف کوی تو به پای جان آیم به آرزوی تو
اگر تو را جویم که جان فزایی. در سال 1317 آقای خسروشاهی در یک مغازه مشغول به کار میشه و واردات کاغذ و شکر و اقلام این چنین رو وارد میکرد و در بازار تهران توزیع میکرد. وی در سال 1327 به مدت 8 ماه به اروپا سفر میکنه و اینجا بود که پیشرفت کشورهای اروپایی رو میبینه در صنعت چطور کارخونه ها به صورت حرفه‌ای و شبانه روزی دارن فعالیت تولیدی میکنن و این سفر باعث شد تا جرقه بزرگی در زندگی آقای خسروشاهی روشن بشه. در تاریخ ایران از سال 1320 تا 1330 ایران اوج نمایندگی محصولات خارجی رو داشت و اکثر مردم نمایندگی محصولات رو از کشورهای اروپایی می‌گرفتن و وارد ایران می‌کردن و در بازار توزیع می‌کردن. اون زمان بود که نمایندگی پپسی یا تلویزیون استونی یا نمایندگی خودروهایی مثل فولکس واگن و ماک وارد ایران شد. در همین زمان بود که آقای خسروشاهی موفق شد که از شرکت بوتکس در انگلیس نمایندگی پخش محصولات دارویی و آرایشی رو بگیره و در ایران پخش کنه. این اولین دستاورد بزرگ آقای علی خسروشاهی بود. نشان تو یه زمین رایی ز آسمان جویم رای اگر ره تو میپویم بگو کجایی. بعد از این نمایندگی آقای خسروشاهی به همراه برادرش جلیل خسروشاهی نمایندگی چسب او و پودر رختشویی هنکل رو از آلمان وارد ایران میکنه و باعث میشه که تا اون زمان که مردم با صابون لباسهاشون رو میشستن از این به بعد با پودر رختشویی لباسهاشون رو بشورن و خیلی زود این محصول در ایران محبوب میشه و بازار بسیار خوبی پیدا میکنه. و بعد از اون دست به وارد کردن شیر خشک نسله میکنه که خیلی طرفدار داشت و یه جورایی اسم محصولات آقای خسروشاهی رو سر زبون میندازه. از این رو حالا وجود رقبا یکی پس از دیگری پیدا می شد و همون زمان شیر خشک گیگوز هم وارد بازار ایران میشه و رقیبی میشه برای محصولات آقای خسروشاهی. از این جهت آقای خسروشاهی چون تدابیر تجاری داشت وارد عرصه واردات خوراکی های محبوب میشه مثل تافی، آدامس چیکلت، خمیر دندان، پیسودنت و امثال اینا. کم کم کار داشت گسترش پیدا می کرد و از این رو باید مکان هم بزرگتر می شد. حالا زمان آن رسیده بود که آقای خسروشاهی از یک مغازه کوچیک به یک جای بزرگتری نقل مکان بکنه و در جاده قدیم کرج تهران آقای خسروشاهی اولین شرکت سهامی خاص خودش رو با نام شرکت مینو احداث میکنه و شروع به فعالیت گسترده و تولیدات زیادی میکنه که ما با اونها کلی خاطره داریم، مثل پفک اشیمشی و مینو، مثل تیتاب، مثل آدامس خروس نشان، مثل پن پن و غیره. همه اینها یادگار آقای علی خسروشاهیه. آقای علی خسروشاهی شروع به گسترش کارخونه میکنه چون روز به روز درخواست برای محصولات خوشمزه اون بیشتر میشد و طبق اسناد تاریخی کارخونه مینو تا سال 58 حدود 1200 نفر نیرو داشت و این وسعت کار آقای خسروشاهی رو نشون میداد. جالبه بدونید آقای خسروشاهی برای اولین بار در ایران برای کارگرهاش سرویس رفت و برگشت گرفت. برای خانواده های اونها مهد کودک و مدرسه ساخت و نیز یک بیمارستان احداث کرد و حتی مهندس های اون هم از خارج می اومدن و کار روز به روز بزرگتر و گسترده تر می شد. در طول تاریخ هر زمان که انسان‌ها بزرگتر و کارشون گسترده تر میشه رقیب‌ها و دشمنان بیشتری پیدا میکنند و این اولین اتفاق ناخوشایندی بود که در سال 1355 برای کارخونه مینو رخ داد.
در اون سال روزنامه اطلاعات با تیتر بزرگ نوشت مدیران کارخونه مینو بازداشت شدند و دلیل اون هم این بود که از شیرهای آلوده در محصولات استفاده شده بود و این هم باعث شد تا اولین ضربه مهلک رقبا رو کارخونه مینو به خود ببینه و 2 سال بعد هم که کاملا در سراشیبی سقوط قرار میگیره. هوا دلپذیر شد گلم خاک بردمید پرستو به ما گشت نغمه امید به جوش آمدم اون درون رگ گیاه بهار خجسته باز فرامان رسد ز راه. با به وجود اومدن انقلاب 57 که به انقلاب مستضعفین شهرت داشت و اصلاً سرمایه‌دار و کارخونه دار جایی در این جامعه نداشت و تمام کارگران و اقشار فقیر به کارخونه ها هجوم برده و به دنبال حق خود می‌گشتند. در همون زمان بود که اکثر سرمایه‌دارها به خارج از کشور مهاجرت کردند و اموالشون مصادره میشد و اصلاً تکلیف سرمایه‌داران و کارخانه‌داران مشخص نبود. هرج و مرج آشوب میان مردم بالا گرفت و کارگران به کارخونه‌ها هجوم می‌بردند که حقشون رو بگیرند. و در زمستان سرد 1358 در روز 4 شنبه روزنامه‌ها نوشتند که کارگرهای شرکت مینو کارفرما و مدیران کارخانه رو گروگان گرفتند. بعد از این اتفاق اکثر کارخانه‌های بزرگ به حکم شورای انقلاب زیر سلطه وزارت صنایع در اومدن و از این رو تمام دارایی آقای خسروشاهی مصادره شد و دستور دادند که شرکت مینو باید ملی شود. حالا تمام اموال آقای خسروشاهی مصادره شده بود. بعد از این همه اتفاق آقای علی خسروشاهی با سرخوردگی زیاد در سال 1360 مجبور به ترک ایران شد و در لوزان سوئیس اقامت گزید. سرانجام در سال 1377 در غربت چشم از جهان فرو بست. نشان تو زمین رایی ز آسمان جویم رای عجب گویم ره تو می پویم بگو کجایی.